عرض ادب خدمت شما منصوری گلیای عزیز، در خدمت شما هستیم با یه ویدیو دیگه. خب اینجایی که میبینید درب داغونه، ما اینجا رو میخوایم تمیز کنیم، مرتب کنیم و توش سبزی و سیفیجات و محصولات جالیزی تابستونه بکاریم. یعنی الان که توی بهار هستیم ما این بذراشو و نشاهاشو میکاریم و توی تابستون برداشت میکنیم. اگر شما هم همچین جایی دارید با من همراه باشید که میخوایم اینجا رو تبدیلش کنیم به یه باغ سبزی و سیفیجات بسیار زیبا. خب دوستان، اینجا تقریبا 2 هفته پیش من اینجا رو سم علفکش زدم و همونطور که میبینید علفاش هم کم کم از بین رفته و الان کاری که باید بکنیم اینه که من یه دونه پیکنیک آوردم با سرپیک که این علفا رو بسوزونم. حالا چرا این علفا رو بسوزونم؟ ببینید وقتی شما سم علفکش میزنید علفها روشون بذر دارن و این بذرها میریزه و مجدد در میاد. برای اینکه این بذرهایی که میریزن مجدد در نیاد، بهتره بعد از اینکه علفکش زدید علفهایی که خوش شد رو بسوزونید، هم اون بقایاش سوخته بشه و هم اون بذرایی که زمین میریزه اونا هم بسوزه و دیگه در نیاد. من پارسال اینجا خیار کاشته بودم، اونجا هم خیار کاشتم، اونجا فلفل کاشتم، یه سری سبزی سیفیجات رو اینجا کاشتم و اینجا الان تقریبا متروکه شده. به خاطر همین من میخوام اینجا رو ترتمیزش کنم، مرتبش کنم و اینجا یه سری سبزی و سیفیجاتی که توی بهار میکارم و توی تابستون برداشت میکنن رو بکارم. قدم اول برای این کار اینه که من میخوام اینا رو آتیش بزنم. مواظب کپسول باش. ببینید اینجا من پارسال خیار کاشته بودم که ویدیوهاشم گذاشتم توی کانال یوتیوب، البته اون یکی کانال یوتیوبمون، کانال اولیمون. خب تقریبا سوزوندن این علفای هرز داره تموم میشه. کار بعدی که باید بکنیم اینه که این چوبای که اینجا هست، این گلدون ملدونایی که اینجا هستن، ببینید اینا پیازای زعفرانن که پارسال کاشته بودیم، خالی میکنیم پیازاشو که برای سال بعد بخوایم بکاریم و این لاستیک ماستیکا رو اینجا جمع جور کنیم، این شاخه‌های اضافه رو اینجا برداریم، اینجا رو قشنگ شنکشش کنیم اول، تمام این علفا و این شاخه‌های اضافهش جمع آوری بشه، بعد اینجا رو مرتبش کنیم، بعد بریم برای کاشت بذر. ببینید من از 0 تا 100 تبدیل کردن اینجا رو به یه باغ بسیار زیبا میخوام برای شما بذارم. فکر نکنم توی 1-2 پارت جا بشه. با من همراه باشید که نتیجه این کارم ببینید. یعنی از زمانی که ما اینجا رو آماده میکنیم، تمیز میکنیم، بذر رو میکاریم و تا زمان برداشتش با من حتما همراه باشید. این ویدیو رو لایک بکنید تا کسانی که علاقه‌مند به باغبانی و پرورش گل و گیاه و سبزی سیفیجات هستن بیان به کانال من و اگر دوستی رفیقی دارید این ویدیو رو براش بفرستید که اونم بتونه ببینه. این چالش رو میخوام انجام بدم. شما هم که اگر زمینی دارید که خاکش به درد نمیخوره، یه زمین متروکه‌ای هست، ایده بگیرید که چجوری اون زمین متروکه رو تبدیل به یه باغ بکنید و اگر خاک خوبی نداره چجوری شما تو سبزی و سیفیجاتی بکارید که محصول خوبی بهتون بده، که من اینجا تو این ویدیو همه اینا رو بهتون خواهم گفت. این چوبایی که پارسال زده بودیم، اینجا یه سری خیار کاشته بودیم که از این چوبا رفته بود بالا، اینا دیگه به درد نمیخورن، اینا رو همه رو باید جمع آوری کنیم. ببینید این بذرای علفا هرزا میگفتم، ببین بذرا رو اینجا میبینید، همه این بذرا اینجا ریخته. این سوزوندن این علفا باعث میشه که، البته علفای خشک، باعث میشه که این بذرایی که ریخته شدم یه تعدادیش بسوزن، از بین برن و دیگه در نیاد. هرچند شما هر کاری هم بکنین علف هرز بازم در میاد، ولی برای اینکه سری بعد دیگه علف هرزی در نیاد ما مجدد یه
هفته دیگه هم دوباره یه علف کش میزنیم، چون ببین این یه سری از این بذرا که میریزه دوباره در میاد و الان هم میبینید چون چند روز پیش بارون بوده یه سری از علفا دوباره در اومدن. یعنی ما مجدد یه چند روز دیگه یه خورده این علفای هرز اومدن بالا مجدد یه سمپاشی میکنیم که دیگه اون سمپاشی عالی میشه. تقریبا جمع‌آوری آشغال پاشغالا تموم شده و الان داریم این لاستیکایی که پارسال تویش یه سری خیار و یه سری سبزی سبزیجات کاشته بودیم و خالی میکنیم. خاکش میریزم اونجا. من از خاک این استفاده نمیکنم چون سال پیش استفاده شده، امسال استفاده نمیکنم. خاک اونجا میریزم دپو میکنم. بعد از اینکه اینجا رو یه سری علف کش زدم این خاکا رو میارم جاهایی که چاله چوله است و آب جمع میشه خاکریز میکنم و اون جاها رو پر میکنم که دیگه تو اون چاله ها آب جمع نشه. بعد از جمع‌آوری خاکای این لاستیکا میرسیم به این جبههایی که توش زعفران کاشته بودیم. من آموزش کاشته پیاز زعفرانم توی کانال گذاشتم، میتونید اونم تماشا بکنید. بعدم این گلدونا رو خالی کنیم و دوباره مجدد اینجا رو یه دونه با شنکش ترتمیز کنیم و بریم تو بحث کاشتش. پلنی که من چیدم اینه که اینجا کلا این ردیفو بیام انواع خیار بکارم، خیارای درختی. بعد میخوام اونجا ردیفی لاستیک بذارم، هی دونه دونه اینجوری لاستیک بذارم و توش خیارایی بکارم که بالا رونده هستن و خیارای درختی هستن. بعد این ور اون ور هم خب یه سری چیزای دیگه میکارم که حالا در ادامه میبینید. اینجا رو مرتب کردیم، تمیز شد اینجا و حالا باید قسمتایی رو که میخوایم خیار، اول من میخوام خیار رو بکارم. این قسمتی که قرار شد خیار بکارم و شخم بزنیم و اون جایی که میخوایم خیار بکاریم لاستیک بذارم. اینجا رو آماده کردیم، جایی که میخوایم لاستیک بذاریم اینجوری چاله زدیم، یه بخشی از خاکش رو برداشتیم. ببینید همونطور که بهتون گفتم این قسمت خاکش خوب نیست. یه مشکلی که داره اولندش که خاکش خوب نیست، دومندش اینجا آب جمع میشه چون زمین کشاورزی اون بغل هست. حالا کاری که ما میخوایم بکنیم اینه که این خاکی که خوب نیست یه مقدارش رو خالی کردیم، یه خورده کود میریزیم، اینو قاطی میکنیم، خب بعد لاستیک میذاریم، داخل لاستیک هم خاک مرغوب میریزیم. در واقع با این لاستیک گذاشتنمون ما دو تا کار انجام بدیم. یکی این که اینجا آب اگه جمع شد توقه اون خیار یا گیاهی که اینجا داریم میکاریم درگیر آب نمیشه، خب و نفس میکشه. و همین که یه خاک خوبی، یه فضای بزرگی رو با یه خاک خوب براش ایجاد کردیم که گیاه اونجا رشد خوبی میکنه. پس دلیل این که من میخوام لاستیک بذارم اینه. خب آقای کریمی توی هر کدوم از این چاله ها دو تا بیل کود بریز. این کود حیوانیه که ما میریزیم اینجا، بعد داخلش یه بیلو نصفی بریز، دو بیل خیلیه.
2 بیل زیاده. حالا کودی که اینجا ریختیم و میایم پخشش میکنیم، بعد شخم میزنیم اون کود با اون خاک داخل اون قاطی بشه. لاستیکارم خریدم آماده کردم. حالا اون لاستیکای پژویی رو میخوایم ببریم برای خیارا. لاستیکا چیده شد. حالا باید خاکی که میخوایم داخل اینا بریزیم و ترکیب کنیم. خب دوستان اینم خاکیه که ما ترکیب کردیم، قاطی کردیم. ببینید برای پرورش سبزی و سبزیجات شما یه خاک مقوی میخوای. با خاک خیلی معمولی اگر مثلا فقط خاک دارید اصلا بی خیال کاشت سبزی و سبزیجات بشید. شما حتما باید کود دامی پوسیده رو داشته باشید. ببینید به صورت معمول شما حدود 70% خاک باغچه، 30% کود حیوانی رو با هم مخلوط میکنید خدمتتون، یعنی 1/3 کود حیوانی، 2/3 خاک. ولی اگر پوست برنج و ماسه هم دارید یه خورده باهاش قاطی بکنید. حالا اگر پوست برنج ندارید ماسه دارید یه خورده قاطی بکنید، یا اگه ماسه ندارید پوست برنج دارید، خلاصه یکی از اینا رو یا دوتا رو با هم قاطی بکنید اگه دارید. ما خودمون قاطی کردیم. این باعث میشه که هم خاک شما سبکتر باشه، هم زیکشی خاکتون بره بالا و آب مخصوصا توی شمال یه خورده ماسه به خاکتون اضافه کنید یا پوست برنج خیلی عالی میشه. در هر صورت این خاکمونه. الان دیگه هوا بیرون تاریک شده. فردا ادامه کار رو انجام میدیم. البته فردا رو بارندگی گفته، 2-3 روز بارندگی گفته. حالا ببینیم چه جوری. اگه فردا بارون نبود میشد کاشت که ادامه رو انجام میدیم. اگه نه که البته فردای ما مثلا 2-3 روز ما برای شما یه لحظه میگذره، یعنی الان بعد از این ویدیو شما ادامه رو میبینید، ولی برای ما 3 روز میگذره تا ما این ویدیو رو بخوایم ادامهش رو ضبط بکنیم. در هر صورت ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. خب دوستان بعضی خیارایی که میخوایم اونجا بکاریم و میخوام آماده کنم. ببینید بعضی خیار رو قبل از اینکه بخواید توی زمین بکارید یا باید اول خیسش بکنید یا باید توی جای دیگه بکارید بعد نشاشو بردارید ببرید بکارید. که راحت ترین حالتش اینه که ما بذرا رو اول توی آب خیس بکنیم بعد ببریم بذرا رو اونجا بکاریم. بذرایی که من میخوام بکارم خیار درختی محلی، خیار گلخونه‌ای درجیه، که بعد خیار رقم کوراژای، بعد اینم مینیاتوریه و خیار زمینی و این یکی هم که خیار آفریقاییه. من داخل این ظرفا آب ریختم، تقریبا 1/3 توش آب ریختم. شما لازم این ظرفا دارید هرچی فرق نمیکنه، کاسه داشته باشه، خلاص لیوان فرق نمیکنه. بذرامون رو توش میریزیم. همونطور که میبینید بذرا رو توی آب خیس کردم و گذاشتم که بمونه. معمولا 1 روز این بذرا توی آب بمونه کافیه، ولی شما میتونید تو 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت هم بود مشکل نداره، میتونید بردارید. بعد از اینکه خیارا حدود 1 روز خیس خورد توی آب، اون موقع میبریمش توی زمین اصلیمون میکاریم. خب دوستان یه حدود 14-15 ساعت گذشته از زمانی که این بذرا رو خیس کردیم. حالا دونه دونه این بذرا رو آباشو خالی میکنیم. این بذرای F1 هستن، بذرای درجه 1، یعنی هر کدوم از این بذرا سبز میشه، یه دونش هم نیست که سبز نشه. البته این بذرا رو گفتم این رنگی ها، اینا که اینا نه.
ببینید حتی بعضی از اینا جوونه هم زده. حالا از جلو اگر فوکوس کنم ببینید مشخصه جوونه هم زدن تو این 14-15 ساعت. این بذر خیار محلی بود که من اینو نمیخوام امروز بکارم، اینو میخوام خیس بکنم قشنگ جوونه بزنه بعد بکارم، چون بذر محلیه و F1 نیست. یه تعدادی از اینا ممکنه سبز نشه و پوچ باشه. خب وقتی شما اینو این همینجوری بخوای تو زمین بکاری یه تعدادش ممکنه در نیاد، اون وقت اون زمینتون الکی هدر میره. به خاطر همین من اینو اول خیس میکنم. خیس کردم، حالا لای پارچه میذارم آبش اول خالی کنم. الان میرم مجدد توش آب تمیز میریزم، یه تکونش میدم، دوباره آبش خالی میکنم. خب یه آب تمیز توش ریختم، تکون میدم، دوباره آبش خالی میکنم. اینو یه 2-3 مرتبه انجام بدید، بذارید این قشنگ تمیز بشه، چون اون مدتی که این آب داخلش مونده یه حالت گندیدگی پیدا میکنه، چون این یه حالت ژله‌ای روش داره این خیار محلی. خب بعد یه دستمال خیس برمی‌داریم میذاریم، یه دستمال قشنگ خیس میکنیم داخل یه ظرف میذاریم، بذارم به این شکل میذاریم توش. ببین خب حالا این دستمال رو میذاریم روش و دربش هم میبندیم. تو ویدیوهای قبلیم شاید دیده باشید، اگر که از این ظرفا یک بار مصرف ندارید میتونید داخل یک کاسه بریزید، همینجور پارچه خیس رو بذارید و اون کاسه رو بندازید داخل یه دونه پلاستیک، داخل یه پلاستیک بندازید، درش رو ببندید. اون پلاستیک رطوبت رو حفظ میکنه. خیار محلی رو میذاریم یه گوشه کنار، بعد 2 روز قشنگ همه جوونه میزنن. حالا بعد از 24 ساعت هم جوونه میزنه، جوونش خود کوچیک‌تره، بذارید یه 2 روز ازش بگذره، یه جای گرم حتما بمونه، 2 روز ازش بگذره، بعد دیگه دقیقاً میفهمید دیگه کدوم از بذرا سبز شدن کدوم‌ها سبز نشد. ببخشید من یه خورده سرما هم خوردم، صدام گرفته، من عذرخواهی میکنم از شما. بعدن دیگه شما میفهمید که این کدوم یکی از بذرا سالمه و جوونه زده و اونایی که جوونه زده رو برمی‌دارید میکارید دیگه. نمیاین همه بذرا رو بکارید بعدن مثلا متوجه بشید که پوچ بوده. ولی این بذرای خارجی نه، این بذرای خارجی F1 همشون سبز میشن، یعنی خیلی کم پیش میاد. حالا ممکنه کاشت شما مشکل داشته باشه که سبز نشه، ولی نه همشون سبز میشن، چون اینا سورت شدن و همه اینا قوه نامیه دارن و این بذرا هم به این راحتی ها کهنه نمیشن. مثلا 10-12 سال این بذرا هم بمونه شما بکاریش سبز میشه. خب میریم اینا رو بکاریم توی زمین. خب رسیدیم. ما یه 2-3 روز اینجا هیچ کاری نتونستیم بکنیم چون بارندگی بود و عملا هیچ کاری نمیشد بکنی. دیروز بذرا رو خیس کردیم و امروز هم دیدم هواشناسی یه خورده بارندگی رو گفته متوقف میشه و بذرا رو دیروز خیس کردیم و امروز گفتیم اینا رو بکاریم. خب حالا ما باید اینجا داخل این خاکی که آماده کردیم رو توش بریزیم. ببینید تو این 2-3 روزی که بارندگی بوده اون بذرایی که رو زمین ریختن در اومده، یعنی شما هر کاری بکنی بازم یه سری در میاد و ما اینو یه 4-5 روز بعد دوباره باید یه سمپاشی بکنیم. 4-5 روز بعد یه سمپاشی بکنی دیگه عالیه، به خاطر اینکه اینا دیگه بذری ندارن بخواد سبز بشه. متوجه هستین؟ تا حدود خیلی زیادی جلوگیری میکنی از سبز شدن بذر علف‌های هرس. حتما خاکو که میریزید اینجوری بزنید بره داخل این لاستیک، چون بعد از اینکه اگر نزنید بعد از اینکه آب بدید یهو میبینید خاک اصلا غیب میشه. تا بارون نباریده من اینا رو دونه دونه بکارم. توی هر کدوم از این لاستیکا من 3 تا بذر میکارم. ببینید بذر رو اینجوری میذاریم و تمام. یکی دیگه هم اینجا و تمام. یکی دیگه هم اینجا
و تمام. به همین راحتی. دومین بذری هم که میخوام بکارم بذر خیار درختیه. به این شکل. خب اونم همینطور، هیچ فرقی نمیکنه. یه خورده با انگشتتون خاک رو میدید کنار، بذر رو میذارید و روش خاک میریزید. اینجا هم من 3 تا کاشتم. یه دونه این وسط میکارم، اگر احیانا یه دونه از این بذرها خراب شد اینو بتونیم جایگزین بکنید. همه رو کاشتم و الان باید آبیاری کنم. هرچند الان داره بارون میباره، بارون زیاد شد، اما من دلم آروم نمیگیره، باید آبو بدم حتما. خب با یه آب پاشی که آب خیلی نرمی میپاشه آبیاری بکنید. اگر که تو شمال هستید بارندگی دارید یه خورده آب بدید کافیه، ولی اگه تو مناطق خشک هستید بار اول سیر آب بدید، اینقدر آب بدید که قشنگ کل خاک خیس بشه. من حالا یه خورده آب بدم کافیه، هم خاک مرطوب بود همین که بارون داره میباره دیگه. بعد 2-3 روز اینا جوونه میزنن، میان بیرون از خاک. البته بستگی به هوا هم داره دیگه، هوا یه خورده اگه گرمتر بشه زودتر میان، اگه همینجوری بارندگی باشه دیرتر میان بیرون. آبیاری ما هم تموم شد و حالا باید منتظر بایستیم که اینا جوونه بزنن. توی بعضی از اینا من یه چند تا بذر اضافه ریختم، یعنی یه چند تا بذر اضافه اومد، منم اضافه کاشتم که حالا هر کدوم از اینا تعداد کمتری در اومد اونو جایگزین کنم، یا نه اگر که در اومدن و همه اوکی بود حالا انتقالشون میدم به جاهای دیگه، جای جدیدتری درست میکنم و اونا رو برمیدارم میبرم اونجا نشون میکنم. خب پس میریم و برمیگردیم سبز شدنشو با هم ببینیم. برگشتیم دوستان عزیز، حدوداً 5 روز فکر کنم گذشته از روزی که اون بذرا رو اینجا کاشتیم. چند روز بارندگی بود، هوا خیلی سرد بود، خلاصه بارندگی بند اومد. همونطور که میبینیم بذرامون در اومده، اون چند تا اضافه هم که کاشتیم اون هم در اومده. این اضافه ها رو من در میارم بعداً جای دیگه برای شما میکارم و اینم از نمای کلیمون. بارندگی نذاشت کارو ادامه بدیم، ولی از امروز دیگه هواشناسی گفته هوا خوبه و ادامه کارو ما باید انجام بدیم. اینجا ما باید فلفل و بادمجون و چیزای دیگه بکاریم. ضمن اینکه من 2 روز پیش که بارون بند اومد سم علفکش مجدد زدم. همونطور که میبینید کم کم داره بعضی از این علف ها زرد میشه. چند روز که بارون بود اصلا این علف ها دوباره یه سری علف ها رشد کردن. ببینید این مثلا این علف ها دوستان لامصب اصلا هر کاری بکنی بازم در میاد. اینا چون ریزوم دارن و خیلی قوی هستن و به راحتی از بین نمیره. حالا من اومدم اون سم گلایفوزیت رو معمولا 1 لیوان میریختیم، من اومدم 1 لیوان و نصفی خورده بیشتر تقریبا 2 لیوان ریختم که این علفایی که خیلی سفت و به اصطلاح سگجون هستنم از بین برن. قبلا تست کردم از بین رفته. حالا اگر دیدم دوباره زرد شده و داره از بین نمیره یه مرحله دیگه این علفا رو بزنم دیگه از بین میرن، ولی علفای ریز اونا دیگه مشکلی ندارن. خب دوستان من اینجا دیگه این پارت ویدیو رو میبندم چون خیلی طولانی شد. پارت بعدی رو براتون چند روز دیگه که اینا رو همه رو آماده کردم و بذراش در اومدن سبز شدن برای شما عزیزان میذارم. فعلا تا اینجا ویدیو رو دوست داشته باشید. اگه تا اینجا ویدیو خوشتون اومده ممنون میشم این ویدیو رو لایک بکنید و بفرستید برای دوستانی که علاقمند به باغبانی و پرورش گل و گیاه هستند. منتظر نظرهای زیباتون توی کامنت ها هستم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.